سلام دوستای عزیزم، من امروز اومدم با آموزش این قلب قشنگ که با نخ کوبلن دوخته شده. نخهای کوبلن هم قیمتاشون مناسبه، هم رنگای خیلی قشنگی دارم. من برای راحتی خودم نخها رو باز کردم و پیچیدم روی کاغذ که بتونم راحت استفاده کنم و گره نخورد. من با این قلبا شلوار دخترم رو تزیین کردم و هر جایی میرم میپرسن که این شلوار از کجا خریدی، انقدر قشنگ شده. و من توی رنگ‌های مختلف دوختم. شما میتونین تک رنگ بدوزین. روی شلوار لی دخترم این کارو کردم. برای شروع کار اول با یه مداد معمولی توی خونه یه دونه قلب بکشین. حتی اگر نقاشیتونم خوب نباشه باز هم این قلب کشیدن خیلی راحته و راحت میتونین بکشین و ازش استفاده کنین روی لباساتون. ببینین برای شروع کار نخ یک لایه کوبلن رو من گره زدم. از زیر شروع میکنم به همین راحتی. اصلا نیاز نیست دوختای سخت یا چه میدونم دوختای با شکلای نمیدونم مختلف و پیچیده بلد باشین. کوکای خیلی ساده است. از روی خط مداد که انداختین روی پارچه به یک سمت، میبینید چقدر راحته. نزدیک هم نخها رو رد میکنیم برای اینکه کارمون میخوایم پر دیده بشه. شما میتونین حتی یکی در میونم بدوزین، اینم یه نظریه. ولی من دوست داشتم پر باشه و پر دوختم و واقعا فوق‌العاده شد. عکساشو براتون میذارم که حتما ببینین و لذت ببرین. از تمیزی پشت این کارم نگم که چقدر پشت کار تمیزه و استفاده نخش بسیار کم، بسیار خوب. از زمان زیادی هم ازتون نمیگیره واقعا. گفتم تا دخترم خوابه یه ویدیوی آموزشی از این کار براتون بگیرم که ببینین. یه خورده جلوتر برم برمیگردونم پشت کارم بهتون نشون میدم که ببینین پشت کار چقدر تمیزه. از این کار روی همه چیز میتونین استفاده کنین. دستمالای تزیینی، یقه لباس بچه، سراستین، حتی سراستین لباسای خودتون با رنگای قشنگتر، رنگای ست لباستون، مانتو، حتی تزیین یه تیکه از مانتو. میبینین چقدر راحته با کوکای خیلی ساده، خیلی ساده، خیلی ساده. یه کار به این قشنگی میشه که میشه ازش تو همه چیز استفاده کرد. واقعا عالیه. تمیز برمیگردونم تمیزی پشت کارم. ببینین که چقدر پشت کار هم تمیزه. اصلا به هم ریختگی، ژولیدگی نخ نداره. واقعا کار زیباییه. حالا هر رنگی شما دوست دارین میتونین استفاده کنین. من از این رنگا، من این نخهای کوبلن رو توی خونه داشتم که مدتی بود ازشون استفاده نمی کردم. تو
هر اندازه‌ای هم میتونین این قلبا رو بکشین، کوچیک، بزرگ، هر جور که باب میلتونه، هر جور که فکر میکنید به لباستون میاد. و ببینید چقدر دوختاش ساده است. کمی آروم میدوزم که شما ببینید و قشنگ متوجه بشین. شما میتونید سریع این کار رو انجام بدین با چند تا کوک ساده و یه لباس قشنگ داشته باشین. من حتما عکسای قبل و بعد شلوار دخترم رو براتون میذارم که ببینین چقدر کار ارزش پیدا کرده، چقدر لباسش ارزش پیدا کرده و چقدر زیبا شده. خب دیگه اینم آخرین کوک کار. ببینید چقدر قشنگ شد، چقدر قشنگ روی کار، پشت کار. به هر فاصله‌ای که دوست دارین و هر تعدادی که دوست دارین از این قلبو میتونین بکشین و روی لباساتون استفاده کنین. ممنونم ازتون. لطفاً لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید. ممنون. حالا ببینید که چقدر این شلوار قشنگ شده با اون قلبا. هم جلوی شلوار کار شده هم پشت شلوار و واقعا هم قشنگ شده. به خاطر رنگی رنگی بودن قلب‌هاش هر رنگ بولیزی میخوام بپوشونم براش ست میشه.